در دهاتی به نام میرزاعلی وایس فیناویه واسه این زمین ها بعد جمعآوری حاصل غلط‌دانگی ها با گذراندن جفت باصفت در کشت تکراری برای خوراک چاروا مکه کاریده شدند. در خواجگی دهقانی به نام رستم بعد کاریدن مکه دان خواجگیداران به زمین آب ماندند. در شب و روزهای ماه ایون که حرارت هوا گرم است دهقانان با آب ماندن زمین ها تخمی را می‌سبزانند. چون این تجربه را سالهای پیش استفاده نموده از همین زمین ها حاصل خوب به دست آورده بودند. جمع‌آوری غلطانه در جماعت میرزاعلی ویس پورا به اتمام رسید و خواجگی‌ها تصمیم گرفتند که بعد کشتی غلطانه دیگر جواری مکه و دیگر حاصل‌ها را به دست آورند. در جماعت میرزاعلی ویس کشتی تکراری دورنما 900 گکتار زمین به نقشه گرفته شده است که امروز با اهالی 700 گکتار زمین پورا به اتمام رسیده است. جمع‌آوری خوراک درشت برای چاروا این روزها در این دهات با صورت ادامه دارد. طبق اطلاع رهبریت جماعت دهات در حدود دهات به نام میرزاعلی ویس نظر به سالهای گذشته سرشمار چاروای کلان شمارش افزوده است. طبق اطلاع متخصصان بایتار در دهات توجه اهالی به خوش‌ذات‌کنی چاروا زیاد شده اکثر شماره چارواهای کلان که در خواجگی‌های اهالی نگاه داشته شدند ذاتی میباشند. مراتب سوم است که جمع‌آوری کشتی یونشقه را جمع‌آوری کرده ایستاده است و چاه‌های عمودی که بودند که سال کار نمی‌کردند از طرف رئیس خواجگی دهقانی رستم جان زاکرov رستم جان چاه عمودی پورا به استفاده داده شده است و اکثریت خواجگی دهقانی تصمیم گرفتند که امروز کشتی تکراری را پورا به اتمام رسانند و از هر یک گکتار زمین دو سه حاصل به دست آورند. غذای اساسی خاک و زمین در کشت تکراری زمین ها این آب است. مهمیت این را به نظر گرفته در دهه ظرفکاران در ماه ایون خواجگیداران از چاه‌های عمودی استفاده می‌نمایند. استفاده آب خنک شفاف و زلال و سبزش نیال‌های پخته خواجگی ها هم تاثیر خوب رسانیده است. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.